متمرد و سرکش را خلق کرده. وقتی که خلقش کرده به تو 1,24,000 نبی کم و بیش روان کرده که بنده نگران نباش. یک دشمن این همه دوست برای روان کرده، یک بیراه این همه راه برای تو ایجاد کرد، راه های مستقیم. انبیا برای خدمت تو هستن، صلحا علما در خدمت تو هستن، صحف تورات انجیل زبور فرقان در خدمت تو هستن، تا شیطان رو به تو معرفی بکنن که در مسیر شیطان نروی. در جای قرآن به جوان الله رب العزت و الجلال این دشمن خبیث، این دشمن مکار، این دشمنی که وقتی به سرحد باور بکنین شیطان تنها این را نمیخواد ما تو نماز نخوانیم، از این راضی نمیشود، از این هم راضی نمیشود تو با 10 دختر اجنبی ارتباط نامشروط، نه از این راضی نمیشود. شیطان میخواهد که تو را از دین بیرون کند. تا زمانی که مرتد نگردانه دست بردار نیست، تا زمانی که تو را از این دنیا بی ایمان نبرد دست بردار نیست. به این اندازه اکتفا نمی کنه. راه های وسوسه های شیطان میدانیم چیست؟ وسوسه ای که میکنه جوان، وسوسه اول، جوان دنیا 2 روز است. وسوسه شیطان برات معرفی کنم، جوان دنیا 2 روز است، بخور بنوش عیش کن حال کن. 2 روز دنیا استیر می شود. خیلی ها نمیگه نمیره. این وسوسه ها در درون میشه ولی خیلی ها تبدیل شدن خودشان به شیطان. باز به برادر مسلمانش میگه دنیا 2 روز است. این ملاها دیوانه مانده. وسوسه اول دنیا 2 روز است. 2 جوان هستی، هنوز جوان هستی، خیلی فرصت داری که توبه بکنی، خیلی فرصت داری که توبه بکنی. 1 بار گناه هست، فقط 5 دقیقه جوان هستی دیگه، مجردی. فعلا یک وسوسه دیگه هم داره، مجردی، مجردا را گناه برش نوشته نمیشه، نعوذ بالله. مجردی خیلی یک ارتباط و 2 ارتباط چی میشه وقتی که زن گرفتی باز نمیکنی. وسوسه شیطان است. عزیز دل من، جوان عزیز، من ازدواج نمیکنم به خاطر که من دختر زیاد است دیگه، چه کنم ازدواج کردم. یک سخن گندیده دیگر هم میگه زندارا را 1 زن، بی زنا را 100 زن. اینا میگن وسوسه شیطان، اینا میگن توپ شیطان. این جوان توپ شیطان شده. این جوان دیگه به گفته مولانا کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نباید داد دست. اون جوانی که به تو میگوید من ازدواج نمی کنم به خاطری که خیلی زن زیاد دارم، این ابلیس است. مولانا میگه بعضی ها به چهره انسان ولی درون ابلیس هستند، روح شیطانی دارن، به سمت تو می آین. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نباید داد دست. جوان عزیز، این وسوسه شیطان جوانیست، مجردی. 3 سخت نگیر به خودت سخت نگیر. تنها تو نکردی، اونو آجیرم کرده بود، اونو ملارم کرده بود، اونو قاری سایه گناه را کرده بود. تو تنها نیستی. خیلی ها پابجی میزنن، اونو قاری سایه پابجی میزن، اونو آجی سایه لدو میزن. وسوسه شیطان است و همین قسم تو را وسوسه میکنه. این را به تو نشان میده، او را به تو نشان میده. او روز ندیدی که اعلام کردن فلانی فلان کار را کرده. سخت نگی به خودت، دینت سخت نگفته. نمیگن امیر با آواز بلند میشه، نمیگن سخت نگیر به خودت. عزیز دل من، این وسوسه شیطان است. مقاومت در برابر شیطان. جوان عزیز، جوانی که سرمایه دل دعوتگر هستی، جوانی که دعوتگران دوست داره شما، جوانی که به خدا قسم در این سرزمین دعوتگران هستن که شبها ما و تو میخوابیم اون گریه میکنه دلهایشان که الله جوان امت رسول الله رو نجات بده. یا الله این جوانان از دست ما
شبها گریه میکند، خواب ندارد. به خاطر ما دشنامش میدهیم، او دستش بلند است، یا الله به جوانان و امت رسول الله رحم کن. ما توهینش میکنیم، لعنت میفرستیم، تمسخرش میکنه، او دعا میکنه در حق ما. فکر نکنین که دیگر اولیاء نیست، دوستان خدا نیست.